سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود تارت میدوی با کریمش با سمیتانا ملایم و خیلی بالذات را تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 200 گرم مارگارین، 200 گرم شکر، 4 دانه تخم، 3 قاشق عسل، 1 قاشقچه سودا برای کریمش باشد، 2 تا سمیتانای 15% و وریان سگوشان. ما در اول 2 تا سمیتانا را با مرلی میگیریم تا که آبش جدا شود. کریم ما بسیار خوشرو سخت تیار می شود. سمیتانا را با مرلی گرفتیم تا تیار کردن خمیرمان در مرلی بیستد تا که آبش جدا شود. ما در اول مسله، شکر و عسل را در گاز آب میکنیم. همه محصولاتمان را در بالای گاز آب میکنیم. عسل شما صنعی یا که تازه باشد میشود. ما تیزتر میکاویم تا که تگش نسوزد. اکنون محصولات ما همش آب شد و سودا را همراه میکنیم. تیزتر میکاویم تاکه گاز را خاموش نمیکنیم. راه آسانش تا 50 شمرده میکاویم، بعد تاکه گاز را خاموش میکنیم. تماما بوی سودا نمیکند تارت ما. اکنون خاموش میکنیم. اکنون 4-5 دقیقه نگاه میداریم که کمتر خنک شود. محصولات ما هم خنک شد و رنگش مثل کرامل شد و اکنون 4 تا تخم را همراه میکنیم. تخم شما کلان باشد میتوانید 3 تا همراه کنید. بسیار خوب لب میزنید. و اکنون 350 گرم آرد همراه میکنیم. کم کم همراه کرده آمیخته میکنیم. من خمیر ما هم تیار شد. آردش بسیار همراه نکنید که کاژه های ما سخت تیار میشه، ملایم نمیبیاین. اکنون خمیر را به کاغذ گرفته تنوک میکنیم. اکنون راست میکنیم خمیر را. خمیر را به کاغذ تنوک کردیم. شما میتوانید دستان روغن کرده هم تنوک کنید و اکنون به مدت 5-6 دقیقه به 180-200 درجه گذاشته میپزیم. کارج ما هم تیار شد. اکنون آن را از کاغذ میگیریم. در گرمیش آن را گردش را راست میبریم. کارشا را پختم 6 دانه شد و اکنون گردی تارتمان را به مدت 5 دقیقه به تفتان میگذارم. ما اکنون کریم تیار میکنیم. من سمیتانه ما آبش جدا شد. اکنون سمیتانه را میگیریم. سمیتانه ما سخت شد و اکنون وریانک را همراه میکنیم. و اکنون 2-3 دقیقه با میکسر لب میزنیم. میبینید کریم ما سخت شد. ما اکنون کارشا را کریم میکنیم. ما کمتر کریم میمالیم تا که تارتمان نجونه. ما تارت را کریم کردیم و اکنون آرام میدهیم با خواهش خود. گردی تارت کراشکا کردم. گردی تارت را من تارت را کراشکا کردم و اکنون کمتر چمقچه میپوشم.
من تارت را آرا دادم و اکنون با مدتی 4-5 ساعت به یخدان میگذارم تا که کریمش شخ شود. تارت ما هم دم گرفت و اکنون درون تارت ما را ببینیم چه خیلی تیار شده است. میبینید تارت ما ملایم با لذت تیار شد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.